درود به شما براندازهای عزیز. قبل از شروع خبرها اینو بگم که اگر دوست داشتید با استفاده از دکمه تانکس حمایتمون کنید. با توجه به اتفاقاتی که برای برانداز اصلی افتاد و حالا محدودیت‌های به وجود اومده برای یوتیوب فارسی، برای اینکه بتونم از اعضای تیمم حمایت کنم به کمک شما نیاز دارم. ضمناً بعد از پایان خبرها فراخوان جدید شاهزاده‌ها هم پخش خواهم کرد. بریم سراغ خبرها. اعتراضات مردم ایران در اولین شب از دومین فراخوان شاهزاده شدیدتر از شب‌های قبل دنبال شده. قطعی اینترنت به بیش از 65 ساعت رسیده و همین موضوع باعث شده تا بیشتر توجه جهانیان به اتفاقات درون ایران جلب بشه. تد کروز نوشته اگر مردم ایران آیت الله را سرنگون کنند، آمریکا و تمام جهان بسیار بسیار امن‌تر خواهد شد. باشد که جمعیت مرگ بر آمریکا امشب به 72 حوری خود برسند. دیشب فاز 3 اندیشه تهران هم قیامت بوده. چه کار میکنه آدم؟ ترامپ در یک توییت متفاوت نوشت یک معترض از سفارت جمهوری اسلامی در لندن بالا رفت، پرچم رژیم را پایین کشید و نماد پیش از انقلاب را برافراشت. منظورش این ویدیو بوده که جهانی شده. دونالد ترامپ هم امروز در واکنشی جدید به موضوعات ایران نوشت ایران شاید برای نخستین بار در تاریخ خود به آزادی نزدیک شده است، بیش از هر زمان دیگری. آمریکا آماده حمایت و کمک است. دونالد جی ترامپ. حساب رسمی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم این پست دونالد ترامپ رو بازنشر کرده و از تصمیم ترامپ برای حمایت از مردم معترض ایران حمایت کرده. خبر جالبتر هم اینه که فاکس نیوز رسما پرچم شیر و خورشید نشان رو گذاشته پشت سر ترامپ و نوشته ایرانیان به دنبال آزادی هستند. دیشب اما خیابان‌های تهران مملو از جمعیت بود. در ویدیویی که از هروی تهران منتشر شده نمیشه ابتدا و انتهای جمعیت مردم معترض رو دید. از امروز صبح رسانه‌های روسی زبان هم با انتشار این تصویر خامنه‌ای رو به تمسخر گرفتن و نوشتن یک فرد مشکوک در رستوف روسیه مشاهده شد. شاید الان خامنه‌ای با دیدن این تصویر عصبانی بشه، ولی اینطوری که اوضاع داره پیش میره ممکنه به زودی همین تصویر براش آرزو بشه. حسرت بخوره که چرا زودتر سعید طوسی دستشو نگرفته و با هم به روسیه نرفتن. به این فریادهای از ته دل آزاد شدیم مردم سعادت آباد با عمق وجودتون گوش بدید و حسش کنید. آزاد شدیم! آزاد شدیم! آزاد شدیم!
یه خبر خیلی عجیب دیگه هم منتشر شده و اون اینه که رضا قصاب، فرمانده موشکی سپاه در کاشان، توسط یک پهپادی که از داخل خاک ایران بلند شده خنثی شده. این خبر در بعضی از خبرگزاری‌های مردمی منتشر شده ولی هیچ اطلاعات دیگه‌ای در این مورد حداقل فعلا وجود نداره. همزمان اما با افزایش احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی، قالیباف در اقدامی خطرناک ترامپ رو مستقیما به حمله نظامی پیش دستانه تهدید کرد. بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی، در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. خبر دیگه‌ای که منتشر شده و باعث وحشت در بیت خامنه‌ای شده اینه که نیویورک پست در گزارشی به نقل از نیروهای ونزوئلایی که وظیفه حفاظت از مادورو رو بر عهده داشتن مدعی شده که نیروی دلتا فورس آمریکا از یک سلاح جدید و بسیار پیشرفته در عملیات ربایش مادورو استفاده کرده. این نیروها به نیویورک پست گفتن همه ما ناگهان شروع به خونریزی از بینی کردیم. بعضی ها خون بالا می آوردن. روی زمین افتادیم و قادر به حرکت نبودیم. حتی بعد از آن سلاح صوتی یا هر چه که بود نمی توانستیم بلند شویم. به نظر من مشکلی که الان خامنه ای داره اینه که همیشه آمریکا یه چیز جدید داره که قابل محاسبه و پیش بینی نباشه. مثل فرمانده بسیج مالک اشتر ایلام که پیش بینی نمی‌کرده مردم قراره باهاش چیکار کنن. بلنگو رو برداشته رفته مردم رو تهدید کنه. مردم هم فرستادنش پیش ابراهیم رئیسی. دوست ندارن که هیچ وقت دست و سلاح برن و بخوازن و قول معروف و سمت مردم من شلیک بکن و دینی که حتی خیلی دیانجور شهید رحیمی عزیز دیگه خور و او زوان شیرین یا خوزی وردن صحبت بکه راهنماییان بگه، اما متاسفانه گروه آشوبگر و اغتشاشگر که گول خورده نفری به دشمن خورده ندارن حاضر دشمن تکمیل کردن متاسفانه تیراندازی کردن و سمت شهید رحیمی عزیز و ایشان و درجه رفیع شهادت نائل کردن و ایمش در شهادت رو خمانه. وال استریت ژورنال در گزارشی مهم مدعی شده که مقامات دولت ترامپ گفتگوهای مقدماتی درباره چگونگی اجرای حمله به جمهوری اسلامی را آغاز کردند، اقدامی که در چارچوب تلاش برای عملی کردن تهدیدهای اخیر ترامپ در حمایت از مردم ایران ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مورد بحث در این رایزنی‌ها اجرای حمله هوایی گسترده علیه چندین هدف نظامی در ایران است. اما مهمترین خبر رو لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه به مردم ایران داده و نوشته: مردم ایران، کابوس طولانی شما به زودی به پایان میرسد. شجاعت و اراده شما برای پایان دادن به ستمی که بر شما میرود مورد توجه رئیس جمهور ایالات متحده و همه دوستداران آزادی قرار گرفته است. وقتی رئیس جمهور ترامپ میگوید ایران را دوباره عظیم کنیم، یعنی معترضان در ایران باید بر آیت الله پیروز شوند. این روشن‌ترین نشانه تا امروز است که او درک می‌کند ایران هرگز با آیت الله و دار و دسته اش در رأس قدرت کشوری بزرگ نخواهد شد. به همه کسانی که در ایران در حال فداکاری هستند، خداوند نگهدارتان باد. کمک در راه است. اما این خامنه‌ای هم هر چی که خودش ازش میترسه فکر میکنه ما هم ازش میترسیم، چون خودش هر شب کابوس پهپاد و ریز پرنده میبینه. یه پهپاد فیلمبرداری فرستاده روی سر مردم معترض در پونک تا مثلا اونا رو بترسونه. پهپاد سپاه تو آسمون در حال گشت‌زنی. امروز 20/404. هر کی میگه خبری نیست فقط میخواد یأس ایجاد کنه، دروغ میگه. اینجا میدان پونک، سیل جمعیت از میدان تا بالا، منطقه خالی نیست، پر از جمعیت. تا جایی که چشم نگاه میکنه جمعیته.
امروز سازمان اطلاعات سپاه هم به دنبال ریزش شدید نیروهای نظامی و انتظامی و سرپیچی اونا از دستور سرکوب کنید همه را تهدید کرده و گفته اطلاعات سپاه به همه ارگانهای مربوطه، نظامیان و مسئولان اخطار می‌دهد که در صورت ترک فعل‌های احتمالی با شما جدی برخورد خواهد شد. منظور از ترک فعل سرپیچی کردن از دستورات است. خبر بعدی هم اینه که کامیونداران شیراز هم اعتصاب سنگین سواران رو که شاهزاده هم بهش تاکید کرده بود آغاز کردن. اعتصاب کامیوندارا 21 دی ماه، دمتون گرم. آقا اونایی هم که میرن تو جاده مسئولیتش گردن خودشون. همه کامیونا زدن کنار، رفتن خونشون لالا. روزنامه آلمانی بیلد پرتیراژترین روزنامه در آلمان هم در گزارشی فوری مدعی شده که رژیم ملاها در ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته. با وجود قطعی گسترده اینترنت در ایران، صدای انقلاب و اتحاد مردم و صدای در هم شکستن دیکتاتوری 47 ساله آخوندی رو همه جهان شنیدن و باورش کردن. از دیروز یعنی شنبه و امروز یک شنبه اعتراضات مردم هم هدفمند شده. معترضان در هفته تیر مشهد یک کلانتری رو تسخیر و به آتش کشیدن. جلوی کلانتری هم همه فرار کردن. این هم از کلانتری هفته تیر. مجله شارلی ابدو هم که قبلا کاریکاتورهای دردناکی برای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی زده بود، این بار با این کاریکاتور نوشته ایران زباله‌هایت را دم در بگذار. اینجا کسی هست که کاریکاتورهای قبلی شارلی ابدو درباره خامنه‌ای رو یادش بیاد؟ بعضیاش هم واقعا خیلی جالب بود، همین که الان داره به حقیقت تبدیل میشه. ایرانیان حاضر در لندن هم در حمایت از برادران و خواهرانشون در ایران به سفارت جمهوری اسلامی در این شهر حمله کردند. حرومزاده‌ها! لورا لومر فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ با بازنشر همون پیام ترامپ که چند دقیقه قبل در موردش صحبت کردم گفته شاید شاهد کشته شدن یا دستگیری آیت الله یا همون خامنه ای باشیم. عالی خواهد بود. لومر در آخر پیامش هم نوشته بود مرگ بر رژیم ایران. شاهزاده رضا پهلوی هم بعد از اولین شب دومین فراخوانی که داده بود این پیام تصویری رو برای مردم ایران منتشر کرد. همیهنانم شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. گزارش‌های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست و تاکنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کردند. آنچه برای خامنه‌ای باقی مانده اقلیتی مزدور و وحشی است که همچون رهبر جانیشان ناایرانی و ضد ایرانی هستند و شما ملت بزرگ ایران را دشمن خود می‌دانند. مطمئن باشید که آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. من ضمن تأکید دوباره بر فراخوان دوم خود برای ساعت 6 بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 دی ماه از همه شما می‌خواهم که به صورت گروهی با دوستان و اعضای خانواده به خیابان‌های اصلی شهرها بروید. در طول مسیر از یکدیگر و از جمعیت مردم جدا نشوید و به مسیرهای فرعی که میتواند جانتان را به خطر بیاندازد نروید. بدانید که تنها نیستید. هممیهنانتان در سراسر جهان صدای شما را با افتخار فریاد میزنند
که حتما تصاویر حضور پرشمار و گسترده آنها را از طریق صفحه تلویزیون می‌بینید. دنیا امروز کنار انقلاب ملی شما ایستاده است و شهامت شما را تحسین می‌کند. به ویژه پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر جهان آزاد شجاعت وصف ناشدنیتان را با دقت دیده و اعلام کرده که آماده کمک به شماست. خیابانها را رها نکنید. قلب و روحم با شماست و میدانم که به زودی در کنار شما خواهم بود.